آن مجوسی گبرکی آتش پرست بحر عزم هند در کشتی نشست. یک زردشتی، یک گبری زردشتی که در ایران زندگی میکرده است، به خاطر سکونت در هندوستان عزم سفر هندوستان اختیار میکند و به خلیج فارس رفته و در کشتی سوار میشود. در ایران مجوسی ها گبرها همیشه بدن، تا حالی را هستند. اینا ببینید در اسلام جمهوری، در ایران جمهوری اسلامی است، اما تا به حال طبق خبری که در آمار هست، در ثبت آمار، در استاتستیکا، زیاده از 10,000 آتش پرست زردشتی در ایران زندگی میکنند. اینا مثل این زردشتی ها و آتش پرست های ما نیستند که از پدر و مادر مسلمان تولد شده و بعد کافر شده باشند. نه، اینا پدر جد اجداد گذشته هاشو همش همون مجوسی و زردشتی بدیند. این شخصایی که بعد زردشتی شدن از اسلام یا بعد نصرانی شدن، اینا از زردشتی و از نصرانی ها به مراتب پستر و خورتر هستند. همه سگ قدر قیمت داره در اسلام، یک نرخ معین داره، اینا ندارن. اینا مرتدن. اکو وقتی که مجوسی و گبرکای ایران گفتیم، در نظر داریم همون کسایی را که جد اجداد گذشته هاشو همش مجوسی بدن. و این یک دلیل بسیار قوی است بر ضد او شخصایی که متاسفانه امروز هم زبان کینه و کدورت دراز کرده و اشغالگران عرب میگویند. دین اسلام هم میگن به ضرب آتش شمشیر پهن کردیان. والله این دروغ است. خدای تعالی در قرآن گفته است لا اکراه فی الدین، در دین مبین اسلام مجبوریت نیست. هیچ قوم و هیچ خلقی را مسلمان ها مجبور نکردیان که شما اسلام رو بپذیره. این گپ دروغی محض است. و بزرگترین دلیل انمو زندگی کردن گبرها در تهران بود. یک کوچه گبرها داشتیان، زیاده از 10,000 آدم زندگی میکنن. آزی هم دولت اسلامی است در ایرانه که کسی کارشو نمیگیره. همین زردشتی گبرک به خاطر سفر هندوستان خلیج فارس می رود و در کشتی سوار می شود. باد شورته کرد گمراهی رشید، باد کشتی غرق کن اندر رسید. قدرت خدای تعالی بحر طوفانی می شود، در بحر طوفان می خیزد. گبر نزدیک غرق آمد فراز، در تکاپو افتاد آن کارساز. این بیچاره گبر دید که طوفان موجش چند متر خسته است، ای کشتی بلند تلخش گفید. طوفان بحر بسیار دهشتناک است. حتی برای کشتی های امروزه که اقیانوسگر هستند، کشتی هایی که همش میدونه موتور دارن، با قوتن، بعضا میشود که همون طوفان چپا میکنه این کشتی ها رو. چی برسد به عصرهای میانه که بیچاره کشتی های بسیار عادی داشتن، کشتی های بادباندار بود، اندک طوفانی سختتر میشد در بین بحر میشدن، البته که غرق میشدن. گبر وقت طوفان دید تلخش کفید، ناله میزد سوخته که نار نار، الغیاس زینهار. هر کسی بر ملت خود میتند، اعتماد بر اعتقاد خود کند. در وقت زور اومد هر کس خدا میگه، هر کس همون معبود خودش در مراجعت میکنه. این بیچاره علاو پرسته یاخی دیگه چی بگم؟ هی علاو با فریادم برس گفتیسته یا نور. گبر در آب افتاد و دست پا چون وزغ میزد ولی دور از نجو. وقتی این خانه سوخته ای آتش میگه با فریاد برس، البته غضب خدا 10 چندان میشود. کشتی غرق شد. این گبرک در روی آب زد مثل دیگر برادرایی که در کشتی سوار بودن. اگه بیچاره مرغاوی وری قلاچ میکشه و در او بحری بیکران از او قلاچ کشیدن تو چی فایده ایاخی؟ میزدی فریاد که ناری سنی، قبله مقصود و معبودی منی. چند سالت کرده ام من بندگی، از تو دارم مردگی و زندگی. ناله داره در روی آب که آتش مقدس یا آذرگوش است. این آذرگوش است و مکان آتش مقدس شده. چندین سری سال من عبادتی تر کردم، برای تو قربانی ها میکردم، پول میدادم، زام پرستیدم تو را اندر زمان، تا چنین روز رسی فریادی من. برای آن من تو را پرستش کردم که در همین روزی سخت دستگیریم کنی. غیر تو پشت پناه هم نیست کس.
اینا ببینید خدای تعالی اگر که خودش هدایت نکنه عقل عاقلا هم عاجز است. بعضا یه شخص میبینی همین قدر عاقله، همین قدر زیرک بلاهای، اما از عبادت خدا دور، از رحمت خدا محجور. بعضا حیران میشه که اوخی خونه سوخته این قدر عقل فراست داره، چرا همه حقیقتی را که حتی برای کورها عیان است نمیبینه؟ چرا این آفتاب درخشانی را که اگر چند کور نوری او را نمیبینه اما گرمیش احساس میکنه از این غافل است، از این محروم است؟ فراموش میکنیم که اوخی خداوند این بدبخت از هدایتش محروم کرده است. از کجا ببینه؟ از کجا بدونه؟ حکم شاه بر عقل بر گوش خرد، گر فلاطون است حیوانش کند. همه بیچاره هم گریه و ناله داره. زان پرستیدم تو را اندر زمان، تا چنین روزی رسی فریاد من. غیر تو پشت پناهم نیست کس، غرق آبم آتش و فریاد رس. از قضا ملاح مردی پخته، مانده بود نزدیک او بر تخته. خنده اش آمد از آن آتش پرست. یک ملاح مسلمان یا مریک چخونی کرده است، یک پوره شکستگی همون کشتی را بولوش در سوار شده است، در بولای همون اکم منتظر ایستاده است که کی طوفان خاموش می شود. خودش جانش در تلواسه از این گریه و ناله های گبر خندش اومد. خنده اش آمد از این آتش پرست. گفت او را ای زیباد عجب مست، آتشی که کرده ای او را پناه. عبد اوی و از او زینهار خواه، او همر چون تو در این ششدر بدی، حال او از حالی تو بدتر بدی. ای رو درگور گفت آخی او آتشی که تو از او کمک میخواهی و دستی بندگی به سوی او دراز میکنی، اگر در جای تو میشید احوالش احوالی تو بد میشید. چه خیلی تو ایدروی آب بگیره. او خانه سوخته خداوند را از خاک خلقت کرده است. آب اگر چند غرق تم که کنه نابودت نمیکنه، در آب محلیل نمیشه، حل نمیشه. نه که او آتش در یک لحظه نیست نابود میشه. او همر چون تو در این ششدر بدی، حال او از حال تو بدتر بدی. خالق آتش بود فریاد رس، غافل از دولت مشو ای هیچ کس. ای خونه سوخته گفت همون خالق آتش او خدای بزرگی که آتش خلق کرد، توی ابله خلق کرد، دولت ثروت خلق کرد، پادشاه و مملکت خلق کرد. فقط همون به فریادت میرسه. دیر نشده است، توبه که لا اله الا الله محمد رسول الله بگو، به سوی خدا مراجعت که از خدا التجا که خداوند دست میگیره. فقط خدا تو را نجات داده میتونه.